سلام، من دیگه تصمیم گرفتم بلاگر بشم. از الان برای من معمولا روزم رو با یکی دو تا تخم مرغ شروع میکنم. بعد از صبحونه مختصر که خیلی هم طول نمیکشه میرم بیرون و ورزش میکنم. آره خیلی ورزشی، خیلی سنگی میدوام، مثلا سنگین ها، مثلا 10 کیلومتر 5 کیلومتر اینا. چرا کمتر؟ آخه هیچ وقت این جمله رو یادم نمیره. برای موفقیت یا راهی خواهم ساخت، یا راهی خواهم یافت، یا ساخی راهم بعدم میرم همون و گل میشم. بعدشم میام بیرون، سوار ماشین عزیزم میشم، در رو باز کرده گاز میدم میرم سر کار. دوربینو چرا خاموش نکردی؟